پسر بچه ای از پدر ثروتمند خودش پرسید بابا فقر چیه؟ پدر به فرزند خودش گفت بیا بریم تا بهت نشون بدم. اونها به یه روستا رفتند و چند روز توی خونه یکی از روستایی‌ها زندگی کردن. وقتی به خونه برگشتن پدر پرسید حالا دیدی مردم چقدر میتونن فقیر باشن؟ پسر جواب داد آره، مثلا من فهمیدم که اگه ما یه دونه سگ داریم اونا 4 تا دارن. ما اگه تو خونمون یه حوض آب داریم اونا یه نهر بی پایان دارن. اگه ما تو خونمون لوستر داریم اونا ستاره ها رو دارن. و اگه خونه ما یه حیاط کوچیک داره اونها خونه‌ای به وسعت یک دشت دارن. بابا من تازه فهمیدم که ما چقدر فقیریم. گاهی اوقات دیدگاه ما صرفاً تمرکز کردن روی چیزهایی هست که نداریمشون، ولی دیدگاه یک کودک میتونه به همون بگه که چه چیزهایی توی این دنیا واقعاً مهمه.